دوست من، خبری برایت دارم که وقتی بشنوی از خوشحالی بال در میآوری. به من خبر دادند که حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام به سفارش پدرش علی ابن ابی طالب و چند تن از امامزادگان و بزرگانی که در نماز شب برایشان دعا می‌کردی و یا بر سر مزار آنها رفته فاتحه‌ای خواندی، شنیدند که سفر آخرت در پیش گرفتی. در این لحظات حساس می‌خواهند به دیدارت بیایند. خدایا منو این قابلیت، منو این سعادت بیا نگار آشنا، شب غمم سحر مرا به نوکری خود شهات آن که در جلوی ایستاده است حضرت ابوالفضل العباس است و حبیب ابن مظاهر و دیگران هم هستند. این دیدار فقط به خاطر دلگرمی و تشویق تو است. کمک و دادرسی آنها از شیعیان در آخر کار است. آنها آمدند تا تو از رستگاری خیش مایوس نشوی و برای حرکت دلگرم شوی. تا لحظاتی دیگر باید از مراحل سختی بگذری، مراحلی که برای گنهکاران سخت طاقت فرساست. منو تنها نذاری، رو دلم پا نذاری، منو تنها نذاری، رو دلم پا نذاری. وقت رفتن آقا جون، نوکر تو جا نذاری، جا نذاری. دوست من، باید خود را برای حرکت آماده کنی و نیاز به توشه بیشتری داری. من دوباره نزد خانوادم نمیروم. اگرچه به اسم من کارهایی میکنن، اما من از خیرخواهی آنها مایوسم و رفتن من جز اینکه بر غصه و اندوه من بیفزاید هیچ سودی نخواهد بود. من جلوتر از تو به منزل 4 میروم، شما هم بعد از من حرکت کن. در منزل 4 یکدیگر را خواهیم دید. اما هادی من میخواهم با تو باشم. در دنیا این 3 سال من با تو نبودم و این کوتاهی از جانب خود تو است. خودت را سرزنش کن. الهی تو امید کن. خیلی میترسم. یک کاش رفیقی داشتم تا مرا همراهی میکرد.
شکر بالاخره یکی دارد میآید. از رفقا نمیگذارم که آب خوش از گلویت پایین برود. سلام علیکم. کجا میخواهید بروید؟ هر جا تو بروی. حالا بگو اسمت چیست؟ اسمم جهالت است و شغلم فاسد کردن و فتنه‌گری است. و تو هی و تو من تشنه شدم. در این نزدیکی ها آب هست؟ نمیدانم. پس تو چه میدانی؟ همینقدر میدانم که همچو سایه از اول عمر همراه تو بودم و از تو جدایی ندارم مگر اینکه خداوند به تو توفیقی دهد که از من جدا شوی. گیر عجب دشمنی افتادم. خدای رحمی کن. چقدر آهسته را میروی تو. بروی. اگر در وسط جاده حرکت کنی این جانوران آسیبی به تو نمیرسانند. با آنکه زمین ته دره همواره است اما من دوست دارم از بالای کوه برم. فکرت درست است. هوای پایین دره دلگیر است. علاوه بر آن از بالا بهتر میتوانیم اطراف را تماشا کنیم. آری. درست است. برویم. بدبخت نمیداند این تصمیم او به خاطر این است که در جوانی طالب بلند پروازی بودند. نمیداند چه بلایی بر سرش میآید. ای ملعون، در این بلندی عجب تماشا و سیاحتی کرده بودیم. ای کاش از ته دره رفته بودیم. هر کس تکبر بورزد خداوند او را فرو میگذارد و هر کس که برتری طلبد خداوند بینی او را به خاک میماند. شما اینها را خوانده اید و عمل نکردید، پس تمام بلاها حقتان است. بهتر است که از ته دره برویم. ای هادی، کجایی که حال من رو ببینی؟ بعد از اینکه تو در دنیا مردود شده ای از دست عادی تو چه برمی آید؟
الحمدلله زخمای بدنم خوب شده است.